از نام راحیل پیدا بود که سود رحلت خواهد کرد. پروردگارا در فراغش مرا صبر عنایت فرما. پدر جان، کنعانیان آمدن. چه فایده؟ کجاست؟ درون چادر. عجله کنید، با من بیایید. سلام بر نبی خدا. سلام خواهر. دیر آمدی خواهر. دیر آمدی. او راحیل بود. اندوه به انبیا، دو آشنای دیرینه. این گونه مسائل برای ما غریب نیست. ما در این مصیبت نیز به خدا پناه میبریم. تو باید دیا باشی. خواهر راحیل به تو تسلیت میگیرم. می‌بینی فرزند، جایی که آمده ای کاروان سرایی است. جمعی می آیند و عده‌ای می روند. خوش آمدی. مقدمت مبارک. مقدم او نامبارک است. نامبارک. او را بنعانی بنامید. فرزند نکبت. او باعث مرگ خواهرم شد. بس کن زن، بس کن. مرگ و زندگی به دست دیگری است. این کودک که گناهی نداره. بنعانی نه، بنیامین فرزند دست راست. او دست راست پدرش خواهد. تو کیستی عزیز عمه؟ یوسف فرزند راحیل. از تو نیز یادگار راحیلی. اول باید به تو تسلیت کنم. مادر مادر پروردگارا روح راحیل را قرین رحمت بفرما. روح راحیل را قرین رحمت بفرما. پدرم میگوید خداوند هر که را بیشتر دوست دارد او را به نزد خود میبرد. عزیز عمه،
تو میدانی مادرت نزد خداوند است؟ میدانم خداوند او را به بهشت برده، ولی من دوری او را نمیتوانم تحمل کنم. از خداوند میخواهم به ازای این مصیبت به تو و پدرت صبر و بردباری بدهد. عمه فائقه، بهشت بهتر از اینجا؟ آره عزیزم، بهتر است. تو خیلی بیشتر از سنین کوتاه عمرت میفهمی عزیز برادر. خداوند تو را حفظ کند. بیشتر از سنین کوتاه عمرت میفهمی. من در چهره زیبا و معصوم این کودک و در کلماتی که بر زبان میراند نشانه بزرگی میبینم. او بیش از همسالان خود میفهمد. این باور کردنی نیست. بس کن خواهر، بس کن. یوسف هم مثل دیگر برادران خود، با آنها فرقی ندارد. چهره و کلام یوسف برای من دلنشین است. از تو میخواهم نگهداری او را به من بسپاری. شاید غم بیمادری او را قدری التیام دهم. من با خواهرم عهد کردم که نگذارم فرزندانش غم بیمادری را احساس کنند. مانند دیگر فرزندانم از آنها نگهداری خواهم کرد. ولی تو با آن همه فرزند که داری چگونه میتوانی؟ این امکان ندارد. اجازه نخواهم داد لحظه ای از پیش چشمم دور شد. بالاخره رسیدیم. شهری که تا آخر عمر باید در آن زندگی کنم. آمدن کاروان یعقوب نبی آمدن. رفتنشون مبارک. خوش آمدید. مقدم نبی خدا رو گرامی می‌داریم. ما را در غم خود شریک بدن. و از مصیبتی که بر شما وارد آمده نداشتیم. خداوند به شما سخت عنایت کنید. مرگ و زندگی به دست خداوند است. ما هم تسلیم رضای او هستیم. خواهر، مقبره پدرمان اسحاق نبی کجا قرار گرفته؟
قبلا آنجا را دیدید؟ مقبره پدر بزرگمان حضرت ابراهیم و همسرش در مکفیلا. مزار مادرمان رفقه نیز آنجاست. ابتدا قصد زیارت و تجدید پیمان با آنان را دارم. بیا همه را خبر کن. به اتفاق آنجا می‌رویم. یهودا، لاوی، اسمه امانتی را که به تو سپردم بیاور. ما به دیدار مزار پدرم اسحاق می‌رویم. درود خداوند بر ابراهیم پیامبر. خداوند روح اسحاق و ابراهیم را شاد گرداند. مردم کنعان هدایت و ایمان خود را مدیون ایشان هستند. به هنگام مرگ خیلی دلش میخواست شما را ببیند. او شما را پیامبر بعد از خود خواند و وصیت کرد زعامت عبرانیان را به عهده بگیرید. از روح بلند او مدد میگیرم و از خداوند میخواهم که در انجام این رسالت سنگین مرا یاری کند. این پیراهن متعلق به پدر بزرگمان حضرت ابراهیم است که به پدرمان اسحاق به ارث رسید. اینک شما وارثان هستید. در نبود شما من که بزرگترین فرزند پدرمان بودم از آن مراقبت کردم. اینک ادای امانت نموده آن را به شما می سپارم. طبق وصیت پدرم این پیراهن به انبیای بعد از شما خواهد رسید. شاید بتوان آن را جبه رسالت نامید. من و مردم کنعان با شما بیعت میکنیم و بعد از حضرت اسحاق شما را نبی خدا میدانیم و به رسالت شما گواهی میدهیم. مبارک است. فکر میکنین پیراهن بعد از پدر به چه کسی خواهد رسید؟ خب معلوم است. هر کس که از همه قوی تر باشد. اشتباه میکنی. آن کس که ایمانش از همه قوی تر باشد.
من گرسنه‌ام. به ما غذا نمیدهی مادر؟ پس غذا چه شد؟ کمی تحمل کنید. چه خبر است؟ بگیر. شما را چه شده؟ چرا نمیخورید؟ این کم است. چرا به یوسف بیشتر دادی؟ ساکت باش، غذایت را بخور. بس کن لیا، چه میکنی؟ بر خود مسلط باش. بنیامین را من نگه میدارم. تو به بچه هایت غذا بده. نگهداری از این همه فرزند مشکل است. لیا حق دارد. بر 7 پسر و دختر خودش فرزندان راحیل هم اضافه شدند. من تقاضای خود را بار دیگر تکرار میکنم. همیشه در آرزوی داشتن فرزند بودم، اما این آرزو تحقق نیافته. چیزی از عمرم باقی نمانده است. درخواست مرا اجابت کنید. یتیم راحیل را به من بسپارید. مطمئن باشید که او را همچون چشمانم نگه خواهم داشت. میبینید که لیا هم سخت به زحمت افتاده است. شما ناچارید برای یوسف و برادرش فکر چاره‌ای کنید. دوریش را چگونه تحمل کنم؟ اگر به راه دورش بردم تحمل نکنید. اگر او را هر روز به دیدار شما نیاوردم بازش ستانید. اگر از محبت دریغ کردم بر من نبخشایید. بگذارید این سالهای پایانی عمرم را با محبت به یوسف سپری کنم. یقین داشته باشید که هم روح راحیل را خوشحال خواهم کرد، هم دل شما را. اما فائقه، عهد من با خواهرم راحیل چه می شود؟ سوگند خوردم که نگذارم فرزندانش غم بیمادری را احساس کنند. فائقه پیمان تو را جامعه عمل خواهد پوشاند. بیشک او یوسف را کمتر از مادر عزیز نخواهد داشت. تو بیم آن داری که کثرت فرزندان موجب غفلت هم از یوسف شود؟ نه، به عکس. بیم من آن است که تو از دیگر فرزندان غافل شده و فقط به یوسف بپردازی. یوسف جان، بیا اینجا پسرم. بگو ببینم پسر، آیا بودن با عمه فائقه را دوست داری؟ آری پدر، عمه فائقه مادر خوبی است. نه به خوبی مادرت عزیزم، اما سعی خواهم کرد بوی خوی او را از من استشمام کنی. سپاسگزارم برادر. با تو عهد میکنم که چون جان عزیزش بدارم و چون قلب در سینه جایش دهم. پیش از آن که پشیمان شوم او را از اینجا ببر. یعنی ما دیگر یوسف را نخواهیم دید؟ این را که گفته؟ نه عمه جان، هر روز اینجا با شما بازی خواهد کرد.
پس ما میتوانیم با یوسف باز کنیم عمه؟ البته که میتوانی. غذایتان رو نخوردید. مواظب باشید. از این پس مسئولیت گوسفندان با شماست. من با شما نمی آیم. باید به امور مردم رسیدگی کنم. علت آمدن ما به کنعان همین بود. مراقب باشید گوسفندان را خطری تهدید نکنند. نگران نباش پدر، که دیگر کودک نیست. میدانم بروید. سلام برم به مهربان. سلام. سلام عمه جان. سلام، دست خداوند هم. سلام عمه فایزه. سلام عزیزم. مواظب یوسف باشید. چشم. سلام بر نبی خدا. چه کسی گفته بی مادری بد دردیست؟ خوشا به حال بی مادران. اگر بی مادری خوب است شما چرا نمی‌میرید؟ شاید پس از مرگتان به بچه هایتان توجه بیشتری شود. به قصد بدی نداشتم. خواستم بگویم شما از یوسف خوب مواظبت کرده اید و برای او مادر مهربانی هستید. لازم به توضیح نیست. تفسیر کلام شما را خوب میفهمم. شما را چه شده؟ یعنی محبتی ناچیز در حق کودکی بی مادر را نمیتوانید تحمل کنید؟ مراقب باش خواهر. محبت‌های بیش از حد شما به یوسف در انظار و آراستن و پیراستن او زمینه حسادت برادرانش را فراهم نکند. علت سپردن یوسف به شما محبت بیش از حد لیا به او بود. او ناخواسته بین یوسف و برادرانش ایجاد اختلاف می‌کرد. آنان که زمینه حسادت را در فرزندان تو ایجاد می‌کنند بلهه و زلفا هستند، نه لیا. خداوند یوسف را از شر حسودان و چشم زخم دشمنان محفوظ بدارد. نمیدانم چرا نگران او هستم. دلیلی برای نگرانی نیست. اگر اجازه دهی او را ببرم. میدانم که یوسف گرسنه است. یوسف؟ بله. بیا عمه. بریم عزیزم. خدا نگهدار. خدا. مادر، لباسهای زیبای یوسف رو دیدی؟ عمه فاقه برای او دوخته است. برای ما هم از اون لباسا درست میکنیم. من فکر میکنم پدر دلیل دیگری داشت که مامان نیامد.
مثلا چه دلیلی؟ یوسف. او دوست دارد با یوسف بماند. من اینطور فکر نمی کنم. او پیامبر است. باید در بین مردم باشد و به امور آنان رسیدگی کند. لباسهای یوسف را دیدی؟ دیدم. خیلی زیبا شده بود. خوش به حالش. لاوی، یهودا نمیایید؟ آمدید. سر و وضعش که خیلی مرتب شده بود. ظاهرا مرگ راهیل حداقل برای یوسف بد نشد. ظاهر است به برادر میماند، اما کلامت نه. این را بپوش. همینجا بمان. میدانی این چیست؟ این کمربند پدرم اسحاق نبی پدر بزرگ توست. آرزو داشتم آن را به کسی دهم که ادامه دهنده ی راه نبوت باشد. امیدوارم آن ادامه دهنده تو باشی. من این کمربند را دوست دارم. پیراهن حضرت ابراهیم و این کمربند نزد من امانت بود. پیراهن را به برادرم دادم. این کمربند نیز فعلا نزد تو باشد. مواظب باش آن را گم نکنی. میترسم بعضی از دیدن این کمربند ناراحت شوند. مثلا چه کسانی؟ مثلا برادرانم. اصلا جای نگرانی نیست. عجله کن. باید به مجلس موعظه پدرت برسیم. برویم. حسادت یعنی آرزوی نابودی نعمت و مکنتی که خداوند به بنده عنایت کرده. حسادت یعنی داشتن دیگران را تحمل نکردن. حسادت یعنی سعادت و خوشبختی دیگران را تاب نیاوردن و آرزوی فقر و تنگ دستی دیگران را داشتن. حال یک نفر بگوید ببینم حسود کیست؟ آن کمربند که یوسف بسته متعلق به اسحاق نبی است. چرا فایق آن را به یوسف داده؟ گمان میکنم اینها باید به پیامبر بد سپرده میشد. یعنی حسود دلش نمیخواهد که مردم چیزی داشته باشند؟ آفرین پسرم. حسود همان است که تو گفتی. حسود همیشه از داشتن دیگران رنج میبرد و خشمگین است. میبینی؟ چه داشته های معنوی و چه خودنمای شیرین زبانی و چه داشته های مادی و مکنت های دنیایی. راه ترک حسادت چیست؟ چه کسی میتواند پاسخ بدهد؟ امیدوارم که یوسف پاسخ را ندهد. یوسف کوچک من چیزی به خاطرش نمیرسد؟ پدر، آیا حسود می‌داند که این دنیا روزی برای او تمام می‌شود؟ آفرین پسرم، آفرین. پاسخ همین است که تو گفتی. حسود باید بداند که دنیا به کسی وفا نمی کند. حسود نه خیر دنیا را می بیند و نه پاداش آخرت. حسود از حسادت خیش طرفی نمی بندد و بستی نمی چیند. نه حسود و نه محسود هیچ یک در این دنیا ماندگار نیستند.
اگر حسود این را بداند دنیای خود را به خاطر تنگ نظری و حسادت به جهنم تبدیل نمی کند. محبت در حق یک کودک بی مادر طبیعی است. محبت نکردن به فرزندانی که مادر دارند هم طبیعی است. یعنی مادردار نیازی به محبت نداره. از طرفی همه لباسهای نو به اون میپوشاند و او را میآراید. از طرفی هم مادر او را بر زانو نشانده و بهترین غذا را به او می‌دهد. گرچه نزد ما حفظ ظاهر میکنند ولی حتی پدر هم او را از همه ما عزیزتر می‌دارد. از حق نگذریم برادرمان یوسف با ذکاوت و شیرین زبان است. چهره زیبای او واقعا دوست داشتنی است. همه ما برادرمان یوسف را دوست داریم، اما اگر پدر و مادرمان بگذارند و یوسف را دردانه و ناف پرورده بار نیاورند. شما کمربند و بازوبند پدر بزرگمان اسحاق را دیدید که یوسف بسته بود؟ آری، بلهم میگفت که اینها میراث انبیاست و باید به پیامبر بعد سپرده شود. پس عمه فائقه چرا آنها را به یوسف داده است؟ خب این را میتوان از عمه پرسید. غروب که گله را باز گرداندیم به نزد عمه میرویم. بچه‌ها سنگ یک بار دیگر امتحان می‌کنی؟ همه شما رو شکست. دوباره یهودا شروع کرد. هر کسی که برنده شود جانشینه بدست. اول تو. خسته نباشید. کجا؟ سلام زلفا. گله را به آقل بردیم، نزد عمه فائقه میرویم. با او کاری داریم. یعنی میخواییم از او چیزی بپرسیم. ما هم از عمه سوالهایی داشتیم و اکنون از آنجا میاییم. من صلاح نمیدارم که شما سرزده به خانه عمه بروید. پدرتان نزد عمه فائقه است. او به دیدار یوسف آمده. شاید مشاهده این دیدار خوشایند شما نباشد. مگر اونجا چه خبر است؟ خب برویم ببینیم. این که کاری نداره. دیدید پدر یوسف را بیش از ما دوست می‌دارد. بیهوده سخن مگو. ما هم کودک بودیم بر زانوی پدر می نشستیم و بر ما محبت میکرد. بلهه و زلفا برای همین میگفتن سرزده نزد عمه فائقه نروید. من که میروم. حرف بی خود میزنم. همینجا بیز پسر. سلام پدر. سلام پدر. سلام عزیزانم. سلام بر مردان خاندان یعقوب. خسته نباشید عزیزانم. شما کی بازگشتید؟ همینک گوسفندان را به آقل بردیم و آمدیم که آمدید که چه؟ آمدیم که با عمه سخن بگوییم. خب بگویید. میشنوم. عمه این کمربند متعلق به پدر بزرگ اسحاق نبی است؟ بله همینطور است. اما برای یوسف حکم بازیچه را دارد. حقیقت این که گفتم یوسف با آن سرگرم شود تا غم بیمادری را فراموش کند. ولی بلهم میگفت این کمربند میراث پیامبر گذشته است و باید به پیامبر بعد برسد. پیامبر بعد از اسحاق نبی من هستم. این کمربند برای من میراث پدر و برای یوسف وسیله بازی و سرگرمی است. بلهه و زلفا تا وقتی راحیل زنده بود به او حسادت میکردند. حالا که دیگر او نیست به فرزندانش حسادت میکند. خیلی به صحبت‌های آنها توجه نکنید.
پدر، یهودا میگوید که شما یوسف را بیش از ما دوست دارید. اینطور نیست. ولی شما امروز به دیدار یوسف آمده اید. او را بر زانو نشانده بودید. شما را هم در دوران کودکی بر زانو می نشاندم. اگر شما هم از من دور بودید برای دیدارتان می آمدم. من همه شما را دوست دارم و دلم نمیخواد این گونه سخنان را بشنوم. بروید. من شما را مردان خانواده و پشت و پناه خود می دانم. آنگاه شما خود را با کودکی خرد و ضعیف مقایسه می کنید. خداحافظ خواهر. عمه فائقه، به پدرم بگویید که به من محبت نکنه. چرا؟ آخه برادرانم ناراحت میشه. عزیز دلم، تو محبت مادر که ندیدی، از محبت پدر هم محروم شوی؟ یوسف، آسته تا بروید پنهان شوید، بروید، عجله کنید، عجله کنید، پنهان شوید، بروید، عجله کنید، پنهان شدید. تا 20 میشمارم باید آنها را پیدا کنید. کجایید؟ کجایید؟ پیدا کردم. بیا کن. تو باید چشم بده. پیدا کردم. اما هنوز یوسف را پیدا نکردی. یوسف، 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 پس کو؟ یوسف، 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 یوسف،
تمام شد. بیرون بیا. یعنی کجا رفته است؟ همه جا رو گشته ای. نزد عمه فائقه به بسمه نرفته است؟ پشت بام. من به پشت بام میروم. یوسف بسمه. یوسف رو ندیدی؟ چه شده؟ چه اتفاقی افتاده؟ یوسف گم شده. اینجا که نیامده. چه شده؟ عمه فائقه یوسف گم شده؟ کجا رفتید که گم شد؟ مگر با یکدیگر بازی نمی کردید؟ او پنهان شد. دیگر او را نمیابیم. همه جا را گشتید؟ آری همه جا را. او امانت برادرم است. بیایید ببینم کجا بازی می کردید که گم شد. یوسف عمه جان کجایی؟ نیست. یوسف کجایی؟ نیست. یوسف عمه یوسف اینجا هم نیست. چه کنم؟ چه خاکی بر سرم کنم؟ وای بر من. یوسف نیست. یوسف نیست. وای بر من. وای چه؟ در چه نیفتاده؟ یوسف پس کو؟ تو ندیدی کجا رفت؟ یوسف بسمه یوسف رو ندیدی؟ چه شده؟ چه اتفاقی افتاده؟ یوسف گم شده. اینجا که نیامده. چه شده؟ عمه فائقه یوسف گم شده. نیست. وای بر من. وای چرا؟ در چاه نیفتاده؟ یوسف! صدای افتادنش در چاه را نشنیدید؟ نه کمی تحمل داشته باش بانو. حتما پیدایش میشود. کجا رفته؟ چه شده؟ او را چه کردید؟ حرف بزن. آرام باش ببینم چه اتفاقی افتاده. چه شده؟ من داخل خانه به کار مشغول بودم. بچه‌ها در حیاط بازی می‌کردند. ناگهان شنیدم یوسف را صدا می‌کنند. گفتم چه شده؟ گفتن یوسف گم شده. همه جا را گشته اید؟ گشته اید. این گونه امانتداری می‌کنی؟ این گونه از یوسف نگهداری کردی؟ حواست کجا بود؟ بس کن ببینم چه اتفاقی افتاده. حتی زوایای تاریک خانه را گشته اید؟ آری گشته اید. یوسف کودک باهوشی است. خود را جایی پنهان کرده که پیدایش نکنند. مثلا در صندوق یا تنور.
بیا اینجا پسرم. سلام پدر. سلام عزیز دلم. تو اینجا چه میکنی؟ وای عزیزم، تو که جان من رو به لبم رسوندی. اینجا چه میکردی؟ درون تنور چرا رفته بودی؟ بازی میکردیم. من اینجا پنهان شدم تا برادرانم نتوانند مرا پیدا کنند. فائقه، تو نباید از یوسف غافل میشدی. اگر یوسف درون تنور خفه میشد چه میکردی؟ من با خواهرم راحیل عهد کردم که از فرزندانش محافظت کنم. از این پس لحظه از پیش چشم دورشان نخواهم کرد. من بدون یوسف نمیتوانم زندگی کنم. لیا این همه زجرم نده. پیری تنها و فرتود که عمرش رو به غروب نهاده از تو تقاضا میکنه. نه، همان که گفتم. قول میدهم از این پس بیش از گذشته از یوسف مراقبت کنم. میدانی فائقه، دوری یوسف را دیگر نمیتوانم تحمل کنم. بهتر از همینجا نزد ما بماند. من تنها یک فرصت از شما میخوام. تنها یک فرصت. فائقه، تو میدانی که یوسف یک کودک معمولی نیست و من نمیتوانم در مورد او مسامحه کنم. پس رشته پیوند من و یوسف را به یک بار قطع نکنید. بگذارید چند روزی نزد من باشد تا به تدریج مهر از او بردارم. ولی سخن من همان است که گفتم. لیا، تنها چند روز. شنیدی؟ فقط چند روز. تنها چند روز. عهد میکنم که خود او را نزد شما بازگردانم. برویم جان عمه. سپاسگزارم لیا. سپاسگزارم برادر. خدا نگهدارت. این لطف شما را هرگز فراموش نمی‌کنم. عمه شما نخوابیده اید؟ تو بخواب پسرم. من خوابم نمیآید.
بیدار شدی یوسف من؟ شما تا صبح نخوابیده ای؟ هر وقت که بیدار شدم شما هم بیدار بودی. تصور این که تو از خانم بروی آرامش را از جانم و خواب را از چشمانم رو بوده است. ولی من دلم نمیخواهد اینجا را ترک کنم عمه. من شما را دوست دارم. نمیخواهم به خانه خودمان برم. به راستی تو عمه را دوست داری؟ شما بوی مادرم راهیل را میدهید. خاله لیا را هم دوست دارم. اما به من که محبت میکند برادرانم ناراحت میشن. عزیزم گفتی که دوست داری نزد عمه بمانی؟ برای نگه داشتن تو راهی به نظرم رسیده که باید کمکم کنی. برخیز آماده شو تا نزد پدرت بروی. سلام پدر. درود بر عمه. عزیز پدر. درود بر شما. آمدم امانت شما را بازگردانم. صحیح و سالم. سلام عمه فائقه. سلام عزیزم. قرار بود چند روز او را نگه داری. یوسف خوش آمدی پسرم. امانت را باید بازگردان. هر چه زودتر بهتر. اگر راضی نیستی او را باز میگردانم. نه از اینکه او را بازگردانی سپاسگزاریم و از اینکه مدت‌ها سرپرستی او را به عهده گرفتی قدردان شما هستیم. یوسف برویم بازی. برو پسر برو. خدا نگهدار برادر. خدا نگهدار شما. خدا نگهدارم. حافظ. چه فرقی بین یوسف و دیگر برادرانش می باشد؟ چرا این همه به او بها می دهند؟ خب معلوم است یعقوب و خواهرش یوسف را بیشتر از بچه‌های ما دوست دارند. بسمه بسمه. بله بانوی من. کمربند پدرم اسحاق نبی گم شده است. تا آن را ندیده ای؟ نه. با من بیا. یاکین پیر و چند نفر دیگر از اهالی را نیز باید خبر کرد. برویم. دینه آرامتر. شامون یهودا عجله کنید. چه شده خواهر؟ بسمه چه شده؟ کمربند اسحاق نبی گم شده است. همه جا را گشته اید؟ همه جا را. یادگار پدرمان اسحاق بود. من خیلی ناراحتم. همان که همیشه به کمر یوسف میبستم. باز هم بگردی حتما پیدا میشود. همه جا را گشته ایم و از همه پرسیده ایم اما اثری نیافته ایم. کی گم شده؟ چه میدانم؟ از لحظه ای که یوسف را به اینجا آوردم دیگر از کمربند اثری نیست. هیچ یک از شما این کمربند را ندیده؟ شاید یوسف قبل از اینکه به اینجا بیاید آن را جایی پنهان کرده است. فکر نمی کنی یوسف به خاطر علاقه ای که به آن کمربند دارد آن را برداشته است؟
یعنی یوسف دزدی کرده؟ شاید گمان کرده از آن خود اوست و من آن را به او بخشیدم. ولی من گمان هم نمی کنم. من برای پیدا کردن کمربند همه جا و همه کس را جستجو خواهم کرد و تا آن را پیدا نکنم آرام نخواهم نشست. فقط یوسف آن کمربند را می‌بست. ما از آن بیخبریم. بسیار خوب. من هم ابتدا از یوسف شروع میکنم تا بهانه‌ای نباشد. اجازه میدهی؟ نمیدانم چه نیرنگی در کارت است، اما هرچه هست این وضع مرا رنج میدهد. نیرنگ؟ نیرنگ کدام است؟ مردم، من کمربند پدرم را گم کرده ام و در صدد یافتن آن هستم. آیا این نیرنگ است؟ بسیار خوب، جنجال نکن، جنجال نکن. بگرد، همه را بگرد. کمربند اینجاست. دیدید دروغ نگفتم؟ این هم کمربند. یوسف، این چه کاری بود که کردی؟ یوسف که کاری نکرده، فقط دزدی کرده. مردم کنعان، شما همه دیدید من دزد مال خود را پیدا کردم. بسیار خوب، بسیار خوب. کمربندت را یافتی، بردار و برو. به این سادگی نیست برادر. شما گویی قانون مردم کنعان را از یاد بردید. همه این مردم میدانند که طبق رسم و آیین مردم کنعان هر کس دزد مال خود را پیدا کند میتواند او را تا 4 سال به بردگی بگیرد. به یوسف باید بردگی هم بکنه. ما همه رسم کنعانیان را میدانیم، اما تو که نمیخواهی یوسف را به بردگی ببری. در این کار لحظه ای تردید نخواهم کرد، مگر اینکه شما بخواهید رسم و آیین مردم کنعان را نادیده بگیرید. بس کن فائقه، من این سنت مسخره را باور ندارم. یوسف را هم به بردگی نزد تو نخواهم فرستاد. وقتی شما که خاندان فرستاده خدا هستید به رسم آیین مردم پایبند نباشید، از دیگران چه توقع میتوان داشت؟ ولی یوسف یک کودک است، چگونه میتوان او را به بردگی گرفت؟ بزرگ و کوچک فرقی ندارد. این آیین همه را شامل میشود. ما هم به آن احترام میگذاریم. من میدانم که نیرنگی در کار است، اما نمیتوانم ثابت کنم. لذا اگر تو از یوسف نگذری مجبورم با درخواستت موافقت کنم. من دزد مال خود را یافتم و از او نمیگذرم. خداوند و رسولش از من درگذرند و مجازاتم نکنند. برویم یوسف. تو از امروز به مدت 4 سال برده من خواهی بود. این هم حاصل آن همه تعریف و تمجید. کودکی را که بیهوده پر و بال بدهند نتیجه همین خواهد شد. کودکان گاهی از این شیطنت ها می کنند، اینجا دزدی نیست. چرا با او موافقت کردید؟ فائقه نمیتواند از یوسف به خوبی نگهداری کند. یوسف ظاهراً دزدی کرده بود و من نتوانستم خلاف آن را ثابت کنم. نگران نباش، جای یوسف بد نیست. عزیز عمه، از این پس تو اربابی و عمه کنیز توست. تو وارث برادرم و چشم و چراغ قبیله ما هستی. این کمربند در حقیقت میراثی است که فقط تو لایق آن هستی. این کمربند از این پس مال من است.
یوسف، یوسف پسرم، خواب میبینی؟ سلام پدر. سلام عزیز دلم. آیا نبی خدا مرا بخشیده است؟ به خانه خود راه میدهد؟ اگر جز این میکردی تو را نمیبخشیدم. تو به رسم عشاق عمل کردی. آن را که دوست داشتی به چنگ آوردی. بخشندگی زیبنده انبیای الهی است. امیدوارم لایق این عفو باشم. من گناهکاری نمیبینم که بخششی در کار باشد. اینجا چه میکنید؟ به اصرار یوسف آمدم. او خوابی دیده است و تعجیل دارد آن را برای شما تعریف کند. تردید ندارم خواب او سراسر خیر و نیکی است. در خواب یوسف ارواح خبیثه راه ندارد. خب چه خواب دیدی عزیز پدر؟ خواب دیدم که من و برادرانم در صحرا مشغول بازی هستیم. بادی تندی می‌وزد. فکر نمی کنم تعبیر خاصی داشته باشد. باید در تعبیر آن کمی فکر کنم. شاید چیزی به خاطرم رسید. شما هم اگر امروز گله را به صحرا نمیبرید، بروید دیگر. نمیدانم تعبیر خواب چه بود که یعقوب از آن در میان جمع سخنی نگفت. خب معلوم از سادلو سرفری و برتری یوسف بر دیگر برادرانش. هم تعبیر این خواب برای بچه ها روشن بود. من به عیان دیدم که ناراحت شدم. باید سعی کنم تاثیر سوء آن را از ذهنشان پاک کنم. یوسف نباید خوابش را در جمع میگفت. کمی نان و خرما بگذار، ساعتی دیگر نزدشان خواهم رفت. بیا فرزندم بیا. آنچه در مورد تو گمان می‌کردم درست است فرزندم. تو را مژده می‌دهم که در آینده جایگاهی والا و مقام و مرتبتی رفیع خواهی یافت و بر برادرانت سروری خواهی کرد. پدرم اسحاق نبی در حق من دعا کرد که خداوند پیامبران زیادی در نسل من قرار دهد. همیشه دلم میخواست بدانم وارث رسالت من کیست. امیدوارم
که تو ادامه دهنده راه من باشی. خداوند تو را از همه شرور و آفات در امان بدارد. شاید تو همونی هستی که ما منتظرش هستیم. پدر، رسالت یعنی چی؟ غذا و لباس مرا مهیا کن. رسولان فرزندم فرستادگان خداوند به سوی مردم هستند و مردم را به سوی خداوند و به راه رستگاری و کمال هدایت می کنند. تحویل خوابت را برای کسی نگو، مخصوصاً برادرانت. چرا پدر؟ اگر برادرانت بشنوند ممکن است آتش حسد در وجودشان شعله‌ور شود و با تو به عداوت برخیزند. نگرانم کردی برادر. گمان میکنم باید بیش از اینها مراقب یوسف باشم. اگر اجازه دهید من نیز یوسف را با خود به خانه ببرم. ببرید. مراقب یوسف باشید. خدا نگهدارتون. خدا نگهدار پدر. خدا نگهدار پسرم. مواظب باش. او را تنها نگذار. شب که بازگشتید یوسف را خواهم آورد. مدتی است نتوانستم با آنها شبانی کنم. غروب با آنها باز می‌گردم. فرزندان ما فکر میکنن که توجه شما به آنها کم شده. نگران نباش. سعی میکنم این ذهنیت را اصلاح کنم. با وجود یوسف و بنیامین، یعقوب به دیگر فرزندان توجهی نخواهد کرد. خدا نگهدار. ما که همیشه غذایمان را با خود می آوریم. شما دیگر چرا خود را به زحمت انداختید؟ یعنی من حق ندارم دلم برای فرزندانم تنگ شود؟ حق ندارم بعضی روزها در کنار آنان باشم؟ هیچ چیز به اندازه آمدن شما نمیتوانست ما را خوشحال کنه. قبل از آمدن شما مثل ماتم زده ها بودیم. کسی حال خندیدن نداشت. چرا؟ مگر چه اتفاقی افتاده؟ میدانید پدر، ما احساس میکنیم که توجه شما نسبت به ما کم شده. فکر میکنیم بیشتر به یوسف و برادرش توجه میکنید تا به ما. ولی من یوسف را فقط به خاطر شما نزد عمه فائقه فرستادم. متوجه نشدید؟ فقط به خاطر اینکه مادرتان بیش از شما به او توجه میکرد. چه فرقی میکنه؟ حال مادر به بنیامین چسبیده است و عمه به یوسف. بهترین لباس ها و سرگرمی ها هم برای او تهیه میکنه. با شما موافقم. اما شما هم باید حق بدهید. ما باید به گونه‌ای رفتار کنیم که یوسف و بنیامین احساس بیمادری نکنند. پدر، ما از خوابی که یوسف دیده خیلی نگرانیم. مردان قدرتمند خانواده ما هستیم. تمام بار مسئولیت اداره خانواده و انجام کارهای سخت به دوش ماست. آن وقت یوسف جانشین شما شود؟ ولی خواب یوسف میتواند تعبیر دیگری هم داشته باشد. مگر نه این است که یوسف گفت چوب دستش سبز شده و بر چوب دستهای شما سایه افکند؟ این میتواند نشان دهنده آن باشد که یوسف همه برادرانش را دوست دارد، و یا اینکه یوسف نسبت به همه عطوف و رئوف خواهد بود و همه برادرانش را دوست خواهد داشت. ظاهراً غیر از تعبیری که ما نزد خود کرده ایم، تعبیر دیگری نیز میتواند داشته باشد. درست متوجه نشدم. یعنی یوسف جانشین شما نیست؟ جانشین مرا خداوند تعیین میکند، آن هم بهترین شما را. شما هم بهتر است دست از بهانه‌گیری بردارید. یوسف و بنیامین برادران شما هستند
نه دشمنان شما. من همه شما را دوست دارم. از شما هم میخواهم که یکدیگر را دوست داشته باشید تا خداوند هم شما را دوست بدارد. بزرگان خاندان من، امید و پشتیبان من شما هستید. امروز احساس میکنم میتوانم به شما تکیه کرده دلگرم باشم. شماها شجاع و متحور هستید. با وجود شما هیچ غمی نمیتواند دل یعقوب را به خود مشغول کند. از اینکه پدر را آزردیم پوزش میخوام. گرگ لاوی نفتالی شبون گرگ بگرد این را از کجا آوردی؟ ما خودمان اون را کشتیم. به گوسفندان ما حمله کرده بود که بر سرش ریختیم و اون را کشتیم. نگفتید ممکن است به شما آسیبی بزند؟ فعلا که ما به او آسیب زده ایم. خدا عاقبت ما را بعد از این با شما بچه‌های دیوانه و نترس به خیر کنه. حتما شما هم در این کار یاریشان کرده اید. اصلا به من فرصت دخالت ندادن. پیش از این که بتوانم کاری کنم کار گرگ را تمام کردم. ما مشغول تدارک نهار بودیم که ناگاه گله وحشت زده رو به گریز نهاد. یک گرگ بزرگ به گله حمله کرد. ما هم اون را کشتیم. این کار خطرناکی است. چگونه این کار را کردی؟ خب معلوم است. وقتی او به گوسفندانمان حمله کرد ما هم به او حمله کردیم. هر کدام با هر چه داشتیم او را زدیم. با سنگ، با چوب. ابتدا من با چوب بر سر او کوبیدم، سپس لاوی هم با سنگ بزرگی بر سر او کوبید و گرگ را گیج کرد. چند بار به ما حمله کرد. اگر از او ترسیده بودیم حتما ما را میکشت. ای کاش من هم با شما بودم. پدر اجازه میدهی من با برادرانم به صحرا برویم؟ نه عزیز دلم، هنوز برای تو زود است. بزرگ که شدی خواهی رفت. لاوی یهودا بیایید این گرگ را میاندازیم. بروید سگ‌های کنعان را به نوایی برسانید. بروید. پدر که به صحرا آمده بود میگفت چرا خواب یوسف رو فقط سروری بر برادران تعبیر میکنید؟ شاید معنی خوابش علاقه و محبت زیاد اون نسبت به برادرانش باشد. شاید او همه شما رو دوست دارد. آری مادر، به راستی یوسف همه ما را دوست داره. برای علاقه که لازم نبود خواب ببینم. خواب خبر از آینده میدهد، خبر از سروری و برتری یوسف. پدرتان شما را ساده‌لوح تصور کرده. باور نکنید. پدرتان خواسته شما را ساکت کند. بلهه میگفت اگر این خواب حقیقت داشته باشد نشان از سروری و برتری یوسف نسبت به شماها دارد. ولی ما با یوسف بازی میکردیم و به ما هم خیلی خوش گذشت. او پدر است. نمیخواهد برادران به یکدیگر کینه داشته باشند. میخواهد همه مثل خودش یوسف را دوست داشته باشند.
افتاده. عمه بسمه چه شده یوسف؟ عمه چه شده بانو؟ پدرم رو خبر کن. یا نبی الله، عمه فاقه حال بانو خوب نیست. عجله کنید. سلام پدر. حال عمه فاقه خوب نیست. فاقه چه شده خواهر؟ سرانجام موعد من هم به سر رسید. از کجا میدانی؟ تو که حالت خوب بود، یک باره چه شد؟ چه فرقی می کند؟ فقط میدانم رفتنیه. طبیبی، دارویی، درمانی، حال او خوب نیست. من از دیروز میدانستم فرصتی ندارم. فقط به سخنانم گوش کنید. دیروز که به اصرار خانه ما را ترک کردی باید حدس می‌زدم. از دنیا چیزی ندارم. چه هست به یوسف میبخشم و از او پوزش می‌طلبم. از شما نیز پوزش می‌طلبم. من این 4 سال به نیرنگ یوسف را نزد خود نگه داشتم. به او تهمت دزدی زدم. خداوند مرا ببخشد. شما هم مرا ببخشید. یوسف من دزد نیست. من اون کمربند را در زیر لباسش پنهان کردم. من این را میدانستم. تو خود را رنج نده. این را به همه بگویید. یوسف من دزد نبوده و نیست. تو خود را رنج نده. میخواهم با تو تنها سخن بگویم. یوسف آیه‌ای از آیات خداست. همان گونه که برای بعضی رحمت و نعمت است، برای بعضی زیان و خسارت است. من نشانه های حسادت و کینه را میبینم. مواظب یوسف باش. او دنباله راه نبوت است. لحظه او را تنها مگذار. لحظه ای از او غافل مشو. او را با خود بخوابان و تنها جایی مفرست. فائقه
سفر بخیر خواهر. سفر بخیر خواهر. بروید پنهان شوید، بروید، عجله کنید، عجله کنید، پنهان شوید، بروید، عجله کنید، پنهان شدید. تا 20 میشمارم باید آنها را پیدا کنید. کجایید؟ کجایید؟ پیدا کردم. بیا کن. تو بچه‌ش بده. پیدا کردم. اما هنوز یوسف را پیدا نکردی. یوسف، 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 پس کو؟ یوسف، 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 بازی تمام شد. بیرون بیا. یعنی کجا رفته است؟ همه جا رو گشته ای. نزد عمه فائقه به بسمه نرفته است؟ پشت بام، من به پشت بام میروم. یوسف، 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 بسمه، یوسف را ندیدی؟ چه شده؟ چه اتفاقی افتاده؟ یوسف گم شده. اینجا که نیامده. چه شده؟ عمه فائقه، یوسف گم شده؟ کجا رفتید که گم شد؟ مگر با یکدیگر بازی نمی کردید؟ او پنهان شد. دیگر او را نمیابید. همه جا را گشتید؟ آری، همه جا را. او امانت برادرم است. بیایید ببینم کجا بازی می کردید که گم شد. یوسف! یوسف! عمه جان کجایی؟ نیست. یوسف! کجایی؟ نیست. یوسف! یوسف! عمه، یوسف اینجا هم نیست. چه کنم؟ چه خاکی بر سرم کنم؟ وای بر من! یوسف! نیست. نیست. یوسف! یوسف!